پدر کیبлагох و شخصوتونی خاندان هر یک ما و شماست. در سیمای پدر مردانگی و متانت، دلیری و شجاعت، راهنمای زندگی، محافظ وطن، دوام دهنده نسل انسان هویدا است. از دوران نورسی پدرم برایم همیشه سوال میکردند: فرزندم، درسهایت رو اجرا کردی؟ معلمت از کدام فن برایت وظیفه داد؟ کدام از شاعران شعر از بر کردی؟ کدام کتابی نویسندگان رو مطالعه کردی؟ این گونه سوالها همیشه دنبالگیرم بود. پدرم وقتی برایم نصیحت میکردند میگفتند: پسرم، اگر به نفری وعده دادی به ساعتی گفتگیت برو، دروغ نگوی، وقتت را بیهوده صرف مکن، چون وقت برنگردنده است. کلان سالان را احترام بکن. وقتی به دیه آمدی به خانه خویش تبارو برو و آنها را خبر بگیر. پیران محله را ببین و دعای آنها را بگیر. به گورستان برو، به بابا و بیبیت دعا بخوان. اگر هر کار و عملی نیکی با مشورت و اجازه پدر انجام بیابد، راهش سفید است. بیهوده نگفتند: پدر راضی، خدا راضی.